آن چیزی که حق است اینطور برات معرفی کنه که از دلت سیاه شوه، لیکن امو باطل خود اینطور برای تو مزین میکنه که هیچ پرسان نکن. دموکراسی رو چه رقم مزین کرده؟ بگه زن و مردم پشت دویده رو ایسته. اما اسلام چه رقم معرفی کرده؟ دهشت. اول برنامه شیطانا اینمی سر و صداست، تبلیغاتی است، تبلیغاتی شایع میکنه گپاره. و امروز کنترل وسایل اعلامی مکمل در اختیار کیست؟ امیاست، امی کفار است. مطابق دستور از او میچله. در افغانستان یک تلویزیون همینطور گپای حق اجازه بگیره ترجمه ما را بگذاره میمونه، پدرش مانده نمیتونه. برای امو آدم متدین برای درست را پیش میکنه که ما مجبور هستیم، ما مطابق پالیسی دولت حرکت میکنیم. خودشی قدر متدین میباشه که هیچ پرسان نکو، لیکن ادنا حرکت نمیتونه. چرا؟ به خاطری که وسایل اعلام در اختیار کیست؟ استعمار است، دشمن است، از این استفاده میکنه. امروز چقدر دموکراسی را آنقدر چیزی خوب برای ما جلوه داده، معرفی کرده ای بیدینی را که هیچ پرسان نکن. خب چادری را چی کرده؟ حجاب چی معرفی کرده؟ قصاص چی معرفی کرده؟ بگوی سنگسار چی معرفی کرده؟ توسط همی اخبار خود، شایعات خود حقیقت پوشانده، سر اصل واقعیت پرده انداخته. دیگه قسم زیارت های ما را پیسه را مصرف میکنه به نام تمدن جلوه میده به دیگر رقم. نوروز چی میگه؟ عید باستانی، رواج و عنعنه چیست؟ باستانی باسی را باید زنده نگاه کنیم. بت پرستی ما را هم یک رنگ میده. بت پرستی ما را میگه ای آثار اجداد و نیاکانی ماست، یه افتخار نیاکانی ماست معرفی میکنه. ببینی یک برنامه. دوم برنامه وجلب علیهم، بسیار بسرعت و جلتی بدوان علیهم بالایشان بخیلی که به اسبای خود. شیطان اسبا داره، شاید داشته باشه، لشکر پیاده و سوار حتما داره، خو مطابقی بگه صفتشان هر رقم که صفت داره همون رقم سواره و پیاده داره. خو لیکن در شیطان ها انسی خود داره، در شیطان ها انسی هم سواره داره هم پیاده داره. دوم برنامه دشمن استعمار برنامه نظامی است. اول تبلیغات خوب میکنه، صدام حسین بم اتم داره، الله ایتوری اسلحه داره، تبلیغ کرد یک دفعه حمله کرد. یک دفعه در افغانستان یک دفعه حمله کرد یا نه؟ یک دفعه حمله کرد. اجلب پس راحت و جلتی کدام نیرو برش میگه؟ واکنش سری. واکنش سری کل استعمار داره که به آن واحد خود در اوجا میرسانه. لیکن چی وقت میرسانه؟ جاسوسا زمینه را آماده کرده باشه، اینطور نیسته. او زمینه را مساعد میکنه، بعد از او زودی که در عمل میکنه در جای خود میرسانه. انفجارات در امریکا القاعده کرده. القاعده در کجاست؟ در افغانستان. از کجا برم؟ از بحر عربستان، پاکستان، کلی مملکت ها را قطع خود چی کرد؟ هم نوا ساخت یا نه؟ یک دم آمد بمبارد کو دیگه، بزن یک جای نمان. قرآن کریم برای ما میگه حمله های نظامی این دوم مرحله شان است. مراد از پیشش چیست که سواره و پیاده با تمام لشکر. افغانستان بحر داره؟ افغانستان بحر داره؟ لیکن در افغانستان نیروهای دریایی امریکا جنگ داره یا نداره؟ داره. کل لشکر باید سعیم باشه، یکی شما مستثنا نباشه. قرآن براتان میگه. سوم و شارکهم فی الاموال و الاولاد، شریک کنی خدا در مالا و اولادای امی بندگان آدم علیه السلام مسلمانا، شریک کنی خدا. چه رقم شریک میکنه؟ بله، شرکت ها را جور میکنه، کارخانه ها را ایجاد میکنه، مراکز تولیدی را بسیار اضافه میکنه، بعد از او جاسوس خدا میاره، یا به نام مشاور یا به نام چیست نفر فنکار و تکنیکی این گپا را جا به جا میکنه. کارشناس است، کارشناس امور اقتصادی است. کارخانه را مصرف تو کرده، مفادش او گرفته رایسته. چند شبکه تلفنی داره؟ 5 تا شبکه است. کل شبکه های بیرونی است، غیر یک شبکه درونی است. او هم شده میتونه که از کدام جای تمویل شود.
منفعتش در کجا میره؟ در افغانستان یا در دیگه جایا؟ افغانستان خود وزارت مخابرات داره. چی ضرورت داری به 5 شبکه؟ یک شبکه را می آوردی قید سرش می ماندی قیمتش اینی قدر. و ایران برای مدت 10 سال است تو 5 سال است تو بعد از او کل چیزای تا میگذاری دستبردار میشی. چرا هر شبکه 100 چند مصارف خود چی کرده؟ کشیده بعد از او هم چی کرده و از شیوه های مختلف کار میگیره. گاهی از طریق برنامه اسلامی تان موفق بود اینی قدر شماره را اینطور کنه چی را بعد روان میکنه 5 بینای اسلام این دوڑی خورا بازم اونطور میکنه. دیگه چی میگه؟ آیا خبر داری؟ آیا خبر داری که آهنگ فلانی خانه و لنبر شده؟ این مسلمان های ما خواهرش با لباس کونه در رمضان مبارک دست میلرزه گریان میکنه طفلم در پالویش 5 روپه سری از اون مصرف نمیکنی انفاق نمیکنی. اما برای شبکه های شیطانی کارت است که از دکان امروز یک کارت میپرتی سبا دیگه کارت میپرتی، امروز یک کارت سبا دیگه کارت. چی میکنی؟ برای چی؟ مسلمان بیدار شو. به الله قسم یکه از 1 روپیت جواب میدی، 1 روپیت پیش الله متعال. خبرداری یا نه؟ تو جواب میدی. این شبکه های شیطانی است. شریک کرده خدا قط ما در مالای ما یا نکرده؟ آلی کل تجارت ما در اختیاری از یاست. چرا در اختیاری از یاست؟ سری پیسه قیودات مانده. پیسه را کسی قطی خود از یک جای به دیگه جای انتقال داده نمیتونه. مجبور استی که در این بانک سودی از جا پردی. پولی تو تا که در چین میرسی 1 هفته میبرایه او پول اینجا تسلیم کردی 1 هفته سری پولی تو کار سودی خود میکنه. 1 هفته اقتصادی ای استعمار خوب قوت بخشیدی. او کاری که به 10 میلیون میشد 10 میلیون از تو پوره کرد. چرا 1 لکه تو پرتافت 1 لکه او 1 لکه 10 نفر شده 10 میلیون شد خلاص 10 میلیون کاری خود پیش میبره. او تو یک چیز اضافه تا و بالا کرده نمیتونی. شریک کرده خود قطما یا نکرده در مالی ما. ولی اولاد ده اولادم شریک میکنه. چه رقم ده اولاد ما را شریک کرده؟ بورسا را رایی میکنه، تفریگاه ها را جور میکنه، اینجا پارک ها را جور میکنه، سینما ها را جور میکنه. ای نه ده اولادم قطما شریک کرده. اولاد ما بجای از اینکه بره یک کمی در بازار یک چیزی را بفروشه بیگاه در پدر و مادری غریبی خود 1 لقمه نان پیدا کنه بچه را زنگ میزنه کجاستی؟ در فلانی هتل کنسرت است. کجاستی بچم؟ در فلانی پارک هستم چند نفر نشسته است موسیقی میشنوه. بورسا برد روان میکنه. این قدر غم خوریت است. افغانستان ترقی کنه؟ نه این جوان تو را میبره اونجا پیچکاری میکنه. اینطور کس تربیه میکنه. افغانی های ما که میرفت در ممالک دیگر برای بورسشان میآمد چون اینجا خام با تیله کامیاب شده بود. اونجا خود در سا پیشرفتن می بود و مستشرقین تیار نشسته انتقاد اعتراض سر اسلام خیر و خلاص دیگه چیزا نمی آوردن. پس که می آمد نه انجینری ورزیده نه دکتری ورزیده فقط منتقد پس می آمد. چی را انتقاد میکرد؟ چرا حق زن در میراث یکشنده است؟ چرا پیغمبر 9 زن در نکاح کرده؟ چرا یک آدم قصاص که قاتل شود قصاص میشه؟ این ظلم نیست؟ چرا دستی دوست که از دستی فقیری تنگ آمده قطع میشه؟ انواع اعتراضا و شبهه را میکنه. شما ببینید چی کرده؟ این کسایی که بورسا را خواند یک تعدادش که پس آمد انتقاد کرد یک تعداد دیگهش امروز در کدام پانتون استاد است؟ استاد ورزیده افغانی است. خدا پانتونی کیست؟ اکسفورد. در پانتونی چی؟ بگه انگلستان. در پانتونی جرمنی. در پانتونی چیستا ایتالیا. در پانتونی روسیه استاد است. افغانستان در خونی این ملت تربیه ازی شد پانتون خون خونی این ملت لیکن آلی رفته خدمت به کفار که در رایسته. چرا زن و اولاد خودش براحت است میگه در افغانستان جنگ زده چی کنیم؟ باز ما که خوب ضعیف شویم بعد از او میگه شما خود جاهل چوپان هستی پاچایی دمه میرسه شما کلیتان بره. همین طور است یا نیست؟ همین طور است. در اولادم کفار استعمار قطما خود شریک کرده. وعدهم وعده بدی یاره. بله شیطان خودتون وعده ها میداد که الله لک بخش است. گاهی برات میداد که کی کشیده از قبر کی آمده برو
یک عقیده غلط است نعوذ بالله. دیگه چی میگفت؟ پروا نداره جوان هستی، در این جوانی حالی برو نماز بخوان، این کاری پیرمرداست. در این جوانی ریش مانده، ریش کاری پیراست. در کل افغانستان همی عنعنه نبود، یک نفر ریش نداشت، یک نفر. این الحمدلله برکت جهاد است، سرازیر شدن جهاد است که مردم ریش شناخت. حتی ملام ریش نمیماند. ریش فقط مخصوصی کی بود که نماز بده اونم ریش داشت، دیگه یک نفر ریش. اگر ریش هم داشت در خدمت کدام چی می آمد؟ در خدمت که عسکری جان. در عسکری جان که می آمد ریش سری تا کلی تا سوز می گشتن دیگه چیز باقی نمی ماند. بس که سفید می شد بعد از او میگه آلی کم کم ریش بان. ایره کس دین نمی گفت که ریش دین است. هی در کل افغانستان ریش نبود. پس آن قطع هجرت دیگه پا پیدا شد، مردم فهمید که ریش هم اینطور است. به طور مثال براتان میگم، شیطان وعده ها میکنه اینمی رقم تو را موقع چی میکنی؟ این قدر یک طرف سیکو، این قدر ایال نان نفقه، یک طرف روزه، یا میشه بزن امو صوفیش میگه الله لک بخش است، تو آره تنگ نظر نیست که مویگیر باشه، لک ها میبخشه. و ما یعدهم الشیطان. لیکن استعمار چه رقم وعده ها میده؟ استعمار وعده های استعمار رو میبینی؟ افغانستان نه اردویش یک کمی چی شده؟ یک کمی ریشه گرفته. آلی باید خدا برسانه، آلی باید خدا چه رقم برسانه؟ این خدا پول زیاد ضرورت داره. خب چه رقم برسانه؟ رسانده نمیتونه. خدا مجبور است که در دامن یکی از استعمار چی بکنه؟ چنگ بزنه. هر دستوری که اومده که برش میگه بخی زود تیکه میخیده که بشی این طرف ریدر بده، این طرف ریدر بده، شور خورده نمیتونه. خلاص این وعده های از این مردم است. ما را میگه این در حالتی رشد است، در حالتی ترقی است. و ما یعدهم الشیطان وعده نمیده به این مردم شیطان الا غرورا، مکمل فریب است. حقیقت حال هیچ چیز وجود نداره. این دنیای کفر ما را سخت وعده داده. ما میایم افغانستان سنگ سنگی آباد میکنیم. هر فرد باید زندگی مرفه آرام راحت داشته باشه. تباه و بربادی ما کرد. میوه های ما خوش شد، درخت های ما خوش شد. آلی در سبزی در گندنم در پاکستان ضرورت داره. در گندنه در چی ضرورت داره؟ کچالویتان سیری چند شده؟ یک وقت یک ولایت بامیان کچالویش کلی افغانستان اضافه میکرد، در پاکستان میرفت. چرا از بین رفت؟ الله خشخاش در افغانستان زیاد شده. کی زیاد کرده؟ شما خبر داری؟ کی زیاد کرده؟ امیاز زیاد کرده. ایره بفهمه. یا تجارت سرش میکنه، در کدام جایی که برنامه از بین بردنش میکنه. چرا از بین میبره؟ به خاطری که زیاد میشه، باز قیمتش کم میشه، فایده از یا کم میشه. او را یک بلکش از بین میبره، به اون مقدار مناسب باقی میمانه. اگر او طور نباشه، در این ترمینالای طیاره که حتی یک دانه قیچیگه که تا میکشه، این تریاک چطور بوجی تیر میشه؟ ایره کی تیر میکنه؟ این امریکا و در جرمنی میرسانه. ایره پاچاهای مملکت ها، وزیرای مملکت ها این کارا رو وا میکنه. این دروغ گپ است که میگه این طور است اون طور است، کلش برنامه از واست. شما را فریب میده. و ما یعدهم الشیطان، و شیطان وعده نمیده یاره الا غرورا، مگر فریب بود. چی است؟ چند سال شده از مداخله امریکا و ناتو در افغانستان؟ 12 سال شده. در 12 سال یک بندی برق داره، یک فابریکه داره که یا فابریکه کنه ما را ترمیم کرده، اسلحه که جمع‌آوری کرد به نام DDR کلش تباه کرد، انفجار داد. چرا انفجار میداد؟ چی بدی کرده بود؟ اسلحه بود. این دولت خب اسلحه ضرورت داره. این چرا؟ کلاشینکوف هم بتر کن راکت از بین ببر کلشه. چرا؟ این چرا از بین برده شد؟ یک سوال است. یک تفلک هم میفهمه، یک تفلک هم میفهمه. اگر این مردم با شهامت افغانستان دارنده اسلحه شرق و غرب شوه، هر دو نیرو قطعی باشه، یقین بکن اگر به یکی تن بده. هر دو طایفه را اینطور میکنه که این نیروها، این جنگا، ناتو آمدن، این گپا به این خاطر نیست. مسلمانای مجاهد کلش در یک مرکز جمع شده بود، به یک فکر اتحاد آمده بود.
فلسطینی، چرچری، بگه کشمیری، مالزیایی، افغانی، پاکستانی، کلش یک مرکز جمع شده بود، یک فکر گرفته بود، او اسلحه هم قطشان بود. این مردم اگر حکومت به این مردم برسه دنیا کلش زیر تسلطش میآید، خلافت اسلامی قایم میشه. دیکی نمیزنی، نامش القاعده بمان، دهشتگرد بمان، حالا اینطور بمان که یا تیت و پراگنده شوه. یا مسلمان ها عجیب است، 1000 طایفه جمع شده به نام جهاد، کلش مجاهدین، از یک جاغه سر میکشه. این خود صد بزرگ است پیش روی ما. این جنگ ها به خاطر ای گپا نیست که اونجا بمبارد شده، اونجا ای قدر مردم کشته شد، اینجا ای گپا حقوقی بشر است. این کلش غلط است، فریب نخوره. قرآن کریم براتان میگه و ما یعدهم شیطان الا غرورا. شیطانا که در رأسش امی استعمار قرار داره وعده نمیده مگر چی را؟ فریب. ان عبادی لیس لک علیهم، شما خو خیلی مرعوب شده که والا این طور گپ است، خود تباه شدیم دیگه، کلی راه ها سر ما خلاص شد. نترسی، الله وعده کرده، خود شرط است که ما یکمی زنده شویم، ما یکمی بیدار شویم. این عبادی یقینا بندگان ما، نه بندگان شیطان و استعمار یهود و نصارا. لیس لک علیهم، نیست برای توی شیطان علیهم بالای از یا سلطان تسلط و قدرت، نه حجت داری که یارا فریب بدی، به دلیل هم فریب داده نمیتونی، نه کدام تسلط دیگه داری که به زور یارا بکشانی. و کفا بربک وکیلا، کافیس پروردگار توی پیغمبر علیه السلام وکیلا، کارساز که کار مسلمان ها را بندگان خود جور میکنه. امی استعمار، امی شیطان به من نیروی بزرگی خود نمیتونه که بندگان نیکه زیر اسارت خود بیاره. توانسته؟ نظر به او کش و فش و آوازه او گپاره که الله نیرو آمد و که الله آواز است، باید آل یک نفرم در مقابلش تخ نمیکرد. چی نمیکرد؟ چی نمیکرد؟ خوی را یاد داشته باشه تالی را کجاست. روزی فرا برسه که امریکا چیغ بزنه، چیغ که تن عسکری مرا الاکو دیگه بعد کردیم که در افغانستان داخل شدیم. خب مشکل کجاست؟ ما را از دیگر راه زده، از دیگر راه ها ما را زده، وگرنه امور رقم حالت میشه. ربکم الذی، پروردگار شما متصرفی کامل است، هر نوع کامیابی را برای شما مهیا کرده میتونه. چرا؟ الله متعال ذاتی است، یزجی لکم الفلک، که روان میکنه برای منفعت شما کشتی را فی البحر، در بحر، لتبتغوا، که شما طلب کنی من فضلی، از احسان الله، تجارت ها مالا را از یک جای به جای دیگه انتقال بده. انه کان بکم رحیما، یقینا الله متعال بالای شما سخت رحم کننده است. چرا؟ کشتی بزرگ همی خاصیت به این کشتی کی داده که در زیر آب نروه؟ سنگکی خورده میندازی این در پایین بحر میرسه، اما کشتی را به خروالا با میلیونار تن بار میکنی در این آبی نرم، چرا فرو نمیره؟ این آب چرا مایه الله ساخته؟ باز چرا جهان توسط بحر یکی با دیگه وصل ساخته؟ این کارا را کی کرده؟ باز همی کشتی آلی ماشینا برآمده توسط بخار و مثلا تیل و ماشینا حرکت میکنه. زمان سابقی چیزا بود؟ الله شمال پیدا کرده بود که مناسب بی امو سیر و سفر شمال باشه، شمال کشتی را با می قدر باری گرنگ انتقال میداد. کاری کی بود؟ الله. وقتی الله این قدر انتظام بنده را کرده، تو میفهمی بنده این بحر الله پیدا کرد، وصل کرد مملکت ها را توسط بحر برای منفعت تو. آب مایه اوا وار بلندی طور نیست مثل خشکه واره که کوتل داشته باشه، پس دره داشته باشه، هوا هوار نرم نازک. که سیر کشتی چی قدر است؟ آلی توسط ماشینا در یک دقیقه چند کیلومتر منزل میکنه. الله متعال چه قسمی را پیدا کرده؟ انسان قدری تا میفهمی، ارزشی تا میفهمی، مقام و منزلت تا میفهمی یکی. لیکن سر از که این قدر گپا را میفهمی که الله چی قدر انتظام برابر کردن زندگی تو را کرده، تو چه قسم خاصیت داری. و اذا مسکم الضر، وقتی که میرسه بری شما انسانای کم ظرفیت است، تحقیق نداره، سرسری امی خوردن نوشیدن اصلی هدفی زندگی خود جور کرده. اگری خوردن نوشیدن راحت باشه خوش است، اتر خوش است، نه زمین میشناسه نه آسمانه، پایینم سعی نمیکنه. زمانی که یک کمکی تکلیف سرش بیایه
باز دیگه شکایتایش دنیا را پر کرده. انسانی کم ظرفیت فکر نمیکنه که الله چه انتظاماتی برای ما کرده. و اذا مسکم الضر، زمانی که میرسه براتان تکلیف، فی البحر، در بحر، دل گم میشه از شما منو کسی که تدعون شما آواز میدید در مشکلاتتان، بطاره باباها فراموش میکنه الا یا بغیر از الله. عجیب است وقتی که سختی بیایه باز باباها از یادتان میره. در بحر یک دم حالتتان تغییر میخوره. این مشرکین مکه اینطور بود. ما مسلمان ها چطور هستیم؟ نعوذ بالله. زمانی که ما در هر رقم سختی پیرانی پیر صاحب صدا میزنیم، الله ملا را صدا نمیزنیم. و یا الله تا کنزلی وکړي څه مې ورته ونه ویلې، لیاز مې ورته وکړه. پیغمبر ته کنزل وکړي څه مې ورته ونه ویلې. ابو بکر ته کنزلی وکړي، عمر ته وکړي، علي ته وکړي، عثمان ته وکړي، وای څه مې ورته ونه ویلې. آخر پیرانی پیر ته کنزلی وکړي، مالی وستی پرېږدم نه، حالی ماندنید نیستم. پیرانی پیر صاحب خیلی قدر داره. به این دو زدن سخت نارام میکنه از او را سخت نارام میکنه. حالی در مسلمان های ما خب پیرانی پیر خیلی چی داره. چرا؟ پیر صاحب در مریدای خود وظیفه میده، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله. عرسی کی را میگیره؟ عرسی ابوبکر عمر یا عثمان و علی را، یا عرسی پیرانی پیر صاحب؟ از پیرانی پیر صاحب عرسیش میگیره، از دیگه کس نمیگیره. خب الله متعال میگه تو بنده کم ظرفیت، کشتی را الله پیدا کرده، روان الله کرده، بحر الله کرده، کلی خاصیت ها را الله داده. وقتی که در بحر مشکل سخت سرت بیا، اونجا باز به الله صدا میکنی، باز که کمی نجات پیدا کنی. الله ملا دادید نیست. باز برای نجات خود چی میکنی؟ مریض شفا کی میده؟ مسافر پس در وطن کی میاره؟ لیکن مردم چرا بز و بزغاله را در سر قبر میره ذبح میکنه؟ وقتی که سوال میکنی چرا اینطور میکنی؟ والله الله او سخی صاحب مهربان شد بچم بخیر آمد. مهربانی الله تنها کافی نبود؟ که تو سخی صاحب قطش یاد کردی، سخی صاحب هم مهربان شده میتونه سری بچه تو، سخی صاحب سری اولاد خود مهربان شده نمیتونه شهید میشه. خوب اینی حالت ماست. قرآن این حقیقت ها را برملا میسازه که انسان یک کمی فکر بکن، یک کمی تأمل بکن کدام طرف روان هستی. فلما نجاکم الی البر، هرگاه که شما را نجات بده الله متعال به سوی خشک، اعرضتم، رو گردانی میکنی از الله، عبادت الله را نمیکنی، باز نظر نیازه به نام بابا میکنی، باز کلی نسبت های نجات و همه گپای خدا به باباها میکنی که بابا ما را نجات داد.